انشاءالله صحبت امروزه ما برادران عزیز در باب فضیلت و فایده های سخاوتمندی و یعنی خیرخواهی است. انسان هایی که در راه خدا مال و دارندگیشون میبخشند، خداوند برای اونها یک بشارت، یک خبری خوش در سوره بقره آیت 261 خیلی خبری خوبی داده است. رب العالمین میفرماید: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. صدق الله العظیم. رب العالمین میفرماید که مثال شخصیت هایی که مال و دارندگی خود را در راه خدا انفاق میکنند، میبخشند، مثل دانه گندمی هست که او را در زمین کیش کرده می شود، کاریده می شود و او دانه می سبزه، یعنی شاخه می گیره، 7 شاخه می گیره، 7 خوشه می گیره، هر یک خوشش 100 دانه گندم میاره. یعنی مثال انفاق 1 سوم باشه، اگر 700 یعنی سوم، 1 دانه باشه 700 دانه، زیادتی یعنی برکت میاره در مال انسان. و الله یضاعف لمن یشاء، پروردگار با بعضی انسانها را دوچند این 700 میکرده، یعنی با زیادتر میگردانده. و الله واسع علیم، پروردگار بسیار یعنی نیکوکار و دانا هست. یعنی وقتی که انسانیت مال دارندگیش در راه خدا که بخشید، در این آیت خداوند خبری برکت، خبری زیادتی را برای او خبر داده است که ان شاء الله مال او را خداوند پر برکت میگردونه. و این چیزی که ما در راه خدا میبخشیم اینا ذخیره آخرت کرده استادیم. جای دیگر رب العالمین میگه: استعذ بالله و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر چیزی که شما از دارندگی تو، از مال تو پیش از خود میفرسته برای آخرتون، اونها را رفته در نزد خداوند از خود میکنه. یعنی خداوند برای شما اونها را جمع میکنه، ضم میکنه، زیاد شدن میگیره، به سبب اونها میره آبادی آخرت، آبادی جنت از خود میکنه. در جای دیگر رب العالمین امر میکنه برای انسانهای دارنده که استعذ بالله و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. صدق الله العظیم. رب العالمین میگه شما انفاق کنه، ببخشه از اون چیزی که خداوند برای شما رزق داده است. همین جمله را برادر عزیز شما اهمیت بتیه. خداوند در این آیت میگه انفاق کنه، ببخشه از اون مالی که من برای شما رزق دادم. همین آیت خودش دلالت داره خدا دادگی است. این مال داده خدا است، از توانایی و از کسب خود ندانش. پیش از این که مرگ برای یک کدام شما میآید، یعنی که پیش از این که مرگ و ملک الموت برای قبض روح شما میآید، او چیزی که خدا برای شما داده است از او در راه خدا ببخشه. انسانی که نمی بخشیده است در راه خدا، اکنون یک حسرت و یک پشیمانی سخت میخورده وقتی جان دادن، وقتی که ملک الموت برای قبض روحش می آمده. خداوند این حالت هم بیان کرده. انسان میگفته که ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میگفته ای پروردگار اگر من کمی تأخیر بگذاری، مهلت من کمی دیگه مهلت وقت فرصتم بودی، و اصدق و اکن من الصالحین، من صدقه میکنم، مالی که من جمعش کردم در راه تو میبخشم، زکاتهاش ادا میکنم، خود من از جمله صالحا میگردانم. یعنی که انسان نکرد او لحظه حسرت میخورده، پشیمانی میخورده، چون برای چی نکردم. رب العالمین چی میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. صدق الله العظیم. رب العالمین وقتی که عجلی هر انسان مرگش به بالاش آمد، دیگه تأخیرش نمیگذاره، دیگه فرصت و مهلت نمیتیه. وقت و فرصت و مهلت داشتی و نکردی، دیگه فرصت و مهلت برات خداوند نمیتیه. پروردگار میگه من خبردار هستم با اون عملهایی که شما یعنی که در دنیا انجام میتیه و میکنی. یعنی انسانی که در راه خدا نبخشید، این شخصیت در وقتی مردن اهل حسرت بوده است، بسیار پشیمانی میخورده. به تعبیر دیگه آیت خداوند میگه خسر الدنیا والآخره، هم ضرر دنیوی کرد هم ضرر آخرت.
هم دنیاش ویرانه کرد هم آخرتش. محنت کرد، یعنی رنج کشید، زحمت کشید، جمع کرد و فایدهش ندید. هم ضرری دنیوی کرد، در آخرت میرود دستی خالی است. و آخرت هیچ چیزی یعنی نفرستاده است. به تعبیر شیخ عطار میگه هرچی دادی در راه حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. چیزی را در راه خدا بخشیدی همو از بطر باقی میمونه، با آخرت تر همو میمونه. اما او چیزی که از تو در دنیا میمونه و نزد پروردگار بلای جان تای، برای چی؟ برای در نزد خدا جوابش میگوی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت پرسیدن که ایو صدقه افضل، گفتن یا رسول الله کدام صدقه بهتر است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که صدقه فی رمضان، گفتن صدقه در ماه رمضان کردن. یعنی در ماه رمضان چی نوعی که فضیلت و ثواب زیادتی داره، صدقه هم این چنین ثوابش زیاد است. به همین خاطر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که صدقه در رمضان بسیار فایده های زیاد داره. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من انفق زوجین فی سبیل الله ندی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. وقتی یک انسان دو چیزی را، یا دو دیرم باشه، یا اینکه دو کاسه طعام باشه، یا اینکه دو یعنی ای دارندگیش دو چیزی را در راه خدا میبخشه، بس سوی این انسان از سوی جنت ندا کرده میشده است که ای بنده خدا بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری خوب کردی. این حدیث طولانی است. در روایت دیگر جناب پیامبر در دوام این حدیث گفتند که من کان من اهل صدقه دعی من ابواب صدقه. هر انسانی که سخاوتمند اهل صدقه باشه در روز قیامت این شخصیت از باب یعنی از در صدقه فریادش کرده میشه که بیا داخل من شه. در روزهای گذشته گفتیم که جنت درهای مخصوصی داره که برای انسانهای نمازخوان دری مخصوص است، برای انسانهای روزگیر دری مخصوص است، اما سخاوتمندان هم انسانهای صدقه کننده هم دری مخصوص داشتن. در روز قیامت اونها را یعنی ندا کرده میشه، فریاد کرده میشه که بیا از من داخل جنت شه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا. هر روز وقتی که صبح میدمیده روز میشده، دو ملائکه یعنی از جانب پروردگار بر روی زمین پایان میشده. این ملائکه یکتش فریاد میکرده، دعا میکرده که اللهم اعطی منفقا خلفا، پروردگار انسانی که دارندگیش در راه تو میبخشه، صدقه میکنه، مالش زیاد بگردان، مالش پربرکت بگردان. دیگر میفته که اللهم اعطی ممسکا تلفا، پروردگار انسانی ممسک مالش تلف بتی، مالش ریز شد، یعنی مالش از او بگیر. حال مولانا هم یک مضمون هم یک جمله زیبا داره، میگه جناب پیامبر مصرعاش همین است که گفت پیغمبر دائم بحر پند، دو ملائک خوش منادی میکنند ای خدایا منفقان را ده خلف و ای خدایا ممسکان را ده تلف. دو ملائکه دعا میکردن، یکیش میگفت ای پروردگار انسانهای سخاوتمند مالشون از زیاد بگردان، دیگرش میگفت ای پروردگار انسانهایی که سخاوتمندی نمیکنن ممسکن مالشون تلف بوده، دیگرش میگفت ای خدایا منفقان را سیر دار، هر دیرمشان را عوض ده 100,000. پروردگار انسانایی که در راه تو مالشون نمیبخشند در هر دیرم در دنیا 100,000 شون بتی. دیگرش میگفت ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. میگفت ای پروردگار انسانی ممسک و بخیل غیر زیان دیگه چیز در دنیا نتیش، یعنی ممسکی و بخیلی این سبب بی برکتی میشه. این ملائکه دعا میکردن که ای پروردگار انسانی که دارندگیش در راه تو میبخشه مالش زیاد بگردان. دیگرش میگفت ای پروردگار انسانی که بخیلی و ممسکی میکنه مالش تلف بده. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که این الصدقه لتطفئ غضب ربی، گفتن سخاوتمندی غضب پروردگار از بالای انسان دور میگردونه. غضب پروردگار یعنی پس میکنه، غضب خداوند خاموش میکنه. و تدفع میتة السوء، انسان یعنی از بد مردن، از حالت یعنی مرگی پر از مشقت و مرگی که سکراتش سخت است، از چنین مرگ انسان نجات میده. یعنی سخاوتمندی چنین با فایده های زیادی داشته. در حدیث قدسی
رب العالمین گفته که خب یا ابن آدم، رب العالمین گفته که انفق یا ابن آدم انفق علیک، میگفته ای فرزند آدم در راه خدا ببخش تا اینکه برای تو هم بخشیده شود. یعنی وقتی انفاق کردی در راه خدا بخشیدی، خداوند تو را میتیه. وقتی در راه خدا، در بنده های خدا، در مسکین کم بغل ها دارندگی را اگر صرف کردی، پروردگار برای تو هم رزق زیاد میکرد، سبب یعنی زیادتی رزق میشود. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم امر کردند که ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. گفتن شما سلام در بین همدیگر تو آشکار کنه و طعام بدهی مردم، یعنی سخاوتمندی کنه، شبها بخیزه نماز بخونه در صورتی که مردم خواب هستند، شما از در سلام داخل جنت میشوید. یعنی کسی این سه خصلت داشته باشه، یعنی که در بین مردم سلام آشکار کنه و طعام دهنده باشه، یعنی بنده های خدا را سخاوتمندی کنه، طعام بخورانه و شبها نماز شب بخونه، این شخصیت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از در سلام داخل جنت می شود. خب در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که کل امرئ فی ظل صدقه حتی یفصل بین الناس او قال یحکم بین الناس. گفتن تمامی مردم در روز قیامت در سایه سخاوتمندی صدقهش حرکت میکنه. یعنی او سخاوتمندی و صدقه که امروز صدقه میکنی در روز قیامت یک پارچه ابر میشده است که یعنی در او گرمی های قیامت برای شما سایبانی میکرده، سایگی میکرده. با این خاطر انا پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که هر انسانی سخاوتمند یعنی که در روز قیامت در زیر سایه صدقه کردگیش حرکت میکنه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما نقصت صدقه من مال، گفتن شما نترسه مالهای شما از صدقه دادن کم نمیشه. بعضی انسان فکر میکنه که زکات مال ما تو مالم کم میشه و یا صدقه کنم 10-15 هزار صرف می رسخاد میشه و یعنی مالم کم میشه. این همش وسواس شیطان. جای دیگر رب العالمین میگه استعوذ بالله الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة و فضلا. رب العالمین میگه که شیطان شما را وعده میده که صدقه نکن که فکر بغل میشه، مالت از دستت میره، نیک امرت میکنه که برای فاحشگی که بیرهگی کن. یا انسان زیناگر فاحشه میره 20,000 و 50,000 در راه گناه صرف میکنه، زورش نمیآید، اما 10,000 اگر به خاطر خدا جبتی جانش میبره، هم سختش میرسه. به این خاطر رب العالمین میگه شیطان شما را وعدت و خبرت میکنه که صدقه نکن بغل میشه، نه که امرت میکنه برای چیکار فاحشگی گناه کن. پروردگار میگه پروردگار شما را امر میکنه چی؟ والله یعیدکم مغفرة و فضل. خداوند وعده میکنه در برابر سخاوتمندیت مغفرتت میکنم، گناهات میبخشم و فضل زیادتی در برکت، یعنی زیادتی در مالت میارم، مالت زیاد میگردم. رب العالمین گفته. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تصدقوا فانه یأتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقته فلا یجد من یقبلها. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امروز شما صدقه کنه، چون که روز میرسه که اون مال در دستت نزد یک انسان میروی میخواهی میگوی که این صدقه من قبول کن، اون شخصیت قبولش نمیکنه. اون شخصیت میگه که اگر همین مال تا دیروز می آوردی من نیاز داشتم، محتاج بودم، امروز که باشه یعنی که من نیاز ندارم دیگر با ما. روز میرسه که این دارنده ها یعنی زکات هاش در دستشو حیران میموندن کی را بتم دیگه قبول کننده نمیافتن. با همین خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه اون روز میرسه امروز شما سخاوتمندی کنید، صدقه کنید، یعنی برای شما یک فرصتی هست. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که تصدقوا و داووا مرضاکم بالصدقه. گفتن شما صدقه کنید و طبابت کنید، دوا ببخشه بیماری هاتون با صدقه. یعنی سخاوتمندی با سبب دوای بیماری ها میشه، طبابت میشه برای انسان. فان الصدقه تدفع عن الاعراض والامراض. جناب پیغمبر گفتن زیرا این که صدقه از بالای شما یعنی بی آبروگی و بیماری را دور میکنه، خاری را از بالای شما دور میکنه.
و هی زیادة فی اعمارکم و حسناتکم. گفتن سخاوتمندی سبب زیاد شدن و پربرکت شدن عمرهای شما می شود و سبب خوبی و خوشی حیات شما می شود. جناب پیغمبر گفتن که سخاوتمندی چنین یعنی برای شما فایده داره. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که الید العلیا خیر من ید السفلی. گفتن دستی دهنده از دستی گیرنده بهتر است. یعنی انسانی که صدقه میبخشه از اون انسانی که صدقه را قبول میکنه او بخشنده را بهتر است براش، چون که ثواب میگیره، اجر میگیره، پاداش قیامتش میشوه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای سخاوتمندی گفتن که الصدقه تسد 70 بابا من الشر. گفتن سخاوتمندی 70 دری بدی ها را در روی انسان محکم میگردونه، پوشانده میگردونه. یعنی 70 بدی را، یعنی ضرر و زیان و ناراحتی را از حیات انسان سخاوتمندی دور میکنه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که سخاوتمندی 70 نوع بلا را از بالای انسان دور میکنه و غمگینی ها و ناراحتی ها و دردهایی که تبابت شونده نیستند، مثل وباها و کسل های یعنی تبابت نشونده، چنین دردها را از بالای انسان سخاوتمندی دور میکنه. اکنون در آخر برادر عزیز چند قصه که در حکایت ها و روایت ها آمدن کوتاه انشاءالله بیان میکنم. یک عزیزای خدا حکایت میکنن که در زمان حضرت موسی علیه السلام بسیار زمانه میگه قحطی آمد، یعنی کمبغلی آمد. شخصیت میگه یک زنی بود که یک طفل شیرخواره داشت، تنها در خانهش میگه همون روز یک کمتر یک برده نان داشت که همون روزش میخورد و خلاص دیگر نداشت. همون یعنی ناله نانش در دستش گرفت، قصد خوردنش کرد. قصد خوردن کردم ناله نان، دیگه چیز در خانهش نداره. میگه در خانهش تق تق شد، در خانهش شخصیت زد. بعد از اون شخصیت میگه خیز در کشاد، دید که یک گدا هست، یک انسان گدا، سائل، پرسنده. بعد از اون پرسید، گفت که به حق خدا یگان چیزی بود؟ گفت چند روز من چیزی نخوردم. این پیرزن اون یعنی نانش در دستش است، میگه با سوی نانش نگاه میکنه، با سوی اون انسان یعنی سائل و پرسنده گدا نگاه میکنه. در حیرت مونده است، این نان بود خودش گرسنه است، کودکش یعنی بیشتر میمانه. یعنی به خلاصه آمد که شخصیت گفت هر چی کرده این سائل است، پرسنده هست، باید که من یه ناامید نکنم. هم برده نانش میگه در دستش داد، اون گرفت برفت اون گدا. این شخصیت داخل خانهش، این زن میگه در خانهش چیزی خوردن دیگه نداره. بعد از اون علاج نیافت، میگه کودکش در دستش گرفت، به سوی صحرا هیزم جمع کنی رفت. به سوی صحرا هیزم جمع کنی رفت. میگه کودکش در گوشه گذاشت، هیزم جمع میکرد. ناگاه میگه در گوش این زن صدای کودکش رسید. صدای کودک رسید، گشت نگاه کرد که کودکش یک گرگ، یک درنده گرگ در دهانش گرفته رفته صدای. بعد از اون این زن میگه از خفای گرگ دو گرفت. هرچند دو گرفت میگه اون گرگ از کجا دریا کرده میشه؟ وای گرفت رفت. این زن میگه در جاش نشست و گریه کرد. همین لحظه میگه خداوند حضرت جبرائیل علیه السلام امر کرد، گفت برا کودک این زن از دهن گرگ بگی و بر صاحبش برسان. حضرت جبرائیل علیه السلام آمد، میگه کودک این زن از دهان گرگ سالم گرفت، آور به زن رسان. گفت ای زن، گفت خداوند شما را سلام میگه، پروردگار میگه که این لقمه دهن گرگ در برابر همون لقمه که از دهنش برآور گدا داد، در برابر همون گرداندم دادمش. همون لقمه که نخورد و گدارش داد، در برابر همون لقمه نخوردگیش من لقمه دهن گرگ گرداندم به صاحبش دادم. چنین با روایت ها و حکایت هایی هستن که در زمان حضرت داود علیه السلام زمانی پیش میگه ملائکه ها آشکار می آمدن در بین مردم می دیدنشون. در زمان حضرت داود علیه السلام روز میگه حضرت عزرائیل در مجلس اونها اشتراک کرد و در کنار حضرت داود علیه السلام میگه یک جوانی خیلی زیبای نشسته بود. حضرت عزرائیل علیه السلام به سوی این جوان میگه بسیار به حیرت یعنی تعجب آور نگاه کرد. از این نگاه یعنی حضرت داود علیه السلام میگه در خیف افتاد، یعنی که ترسید که به چی خاطر که این امتی من تعجب آور عزرائیل نگاه داره. بعد از اون مجلس به پایان رسید، حضرت داود علیه السلام پرسید حضرت عزرائیل، گفت به چی خاطر این امتی من تعجب آور نگاه داره؟ حضرت عزرائیل علیه السلام گفت که این امتی تو گفت بسیار جوان صالح خوب و بسیار جوان زیبا،
اما رشته عمرش به پایان رسیده است. خداوند من امر کرده است باید که یک هفته پس یا چند روز پس 2 روز پس باید قبض روح کنم، جانش بگیرم. گفت دلم به این شخصیت سوخت، این قدر جوان و زیبا است، خداوند من امر کرد یعنی 2 روز پس جانش میگیرم. قصه کوتاه، حضرت داوود میگه بسیار غمگین شید، ناراحت شید از شنیدن این سخن. بعد از آن میگه اون روز گذشت، حضرت داوود میگه در فکر افتاد آیا این جوان من خبر کنم نکنم، خبرش کنم زیغ میشود جوان است خبرش نکنم. حضرت خودش بسیار غمگین بود. میگه این روز گذشت، روزی دوم گذشت، روزی سوم گذشت و جوان در مجلس اشتراک داره، نمرده است. قصه کوتاه اون هفته گذشت و جوان نمیمره، زنده است. بعد از اون یک هفته پس میگه دوباره حضرت عزرائیل علیه السلام گذرش افتاد در همین مجلس آمد. بعد از اون حضرت داوود پرسید گوی عزرائیل شما گفته این امتی تو را 2 روز پس یعنی وقتش به پایان میرسه قبض روحش میکنم، این یک هفته شده از زنده هست. حضرت عزرائیل علیه السلام گفتن که همون لحظه ای که یعنی من از مکانم پایان شدم برای قبض روح این می آمدم، این از خانه بیرون شد به مجلس شما می آمد. در راه آمدن در بین راه یک گدای بود، یک انسان کلبنده بود. اون گدا با سوی ای گفت که ای جوان زیبا، گفت به حق خدا یگان چیز برای من صدقه کن، یگان چیز برای من بوده. این جوان گفت در جیبه کش 20 دینار داشت، 20 تنگه داشت. گفت برآوردم اون 20 دینار را، خواست که بعض شب بتم، خواست که همه شب بتیم. یعنی به خلاصه برآمد که جوان گفت که این یعنی گدا پرسید که به حق خدا، وقتی که به حق خدا باشه من باید یگان چیز نگیرم. بعد از آن گفت همون 20 درم به خاطر خدا صدقه کرده همون گدا. همون لحظه ای که 20 درم به حق خدا صدقه کرد، خداوند من امر کرد که یا ملک الموت، گفت ای ملک الموت در هر یک درمش 1 سال دیگه عمری را دراز کردم. یعنی 20 سال پس روحی ای را قبض میکنی، جانش میگیری. یعنی که سخاوتمندی با سبب میشه برادران عزیز که چی؟ سبب زیادتی عمر، سبب برکت عمر، سبب زیاد شدن مال. به همین خاطر جوانهای محترم، سخاوتمندی این فعل تمام انبیای گذشته است. تمام انبیا فعل سخاوتمندی داشتند، اما تمام دشمنهای خدا، ابو جهلی ها و فرعون و نمرود و دیگرهاش فعل چی داشتن؟ بخیلی داشتن، فعل ممسکی و دلتنگی داشتن. به همین خاطر شخصیت مسلمان باید که همت بلند باشه، با غیرت باشه، باید که یعنی آخرتش به سبب بخشش مالش چیکار کنه؟ آباد کنه. ولی عزیزای خدا هم برای ما یک نصیحت میکنن، میگن ماه رمضان یک مدرسه هست. مدرسه گفته جایی را گفته میشه که انسان تعلیم میگیره. میگه انسان باید از همین مدرسه رمضان 3 چیز تعلیم بگیره. 3 چیز براش درسی بزرگ باشه که هر کدام اینها انسان خوشبخت میگردونه. یکم چیزی که انسان از این ماه باید درس بگیره چی است برادر عزیز؟ انسان چی نوعی که در ماه رمضان عبادتش زیاد است، باید در دوام حیاتش چنین عبادت زیاد داشته باشه. زیادتی عبادت است یکم تعلیم رمضان برای ما. دوم چیزی که انسان باید از ماه رمضان عبرت بگیره، یعنی درس بگیره، این پرهیزگاری و احتیاطکاری است. ببین انسان روزدار حرکت میکنه که گناه نکنه. گناه در غیر رمضان روی هم تکرار میکرد، اما در ماه رمضان حذر میکنه، احتیاط میکنه کی یعنی گناه انجام نده. انسان باید در دوام حیاتش چنین باشه. سومش این سخاوتمندی هست. چی نوعی که انسان در ماه رمضان به غیرت میشوه، جواد میشوه، همت بلند میشوه، انسان در دوام حیاتش باید چنین باشه. چی نوعی که اینا در ماه رمضان ببین، در غیر رمضان شاید که 90% همین جمعیت نماز شب نخونه، خفتن بعضی شاید قضا کنه با نخونه، اما در ماه رمضان الحمدلله که اکثر مردم چیکار میکنن؟ نماز شب داره. این فضیلت زیادتی عبادت است. چی نوعی که در این ماه رمضان ماه سخاوتمندی هست، ماه یعنی بخشندگی هست، ماه نیکوکاری هست، انسان در دوام حیات باید چنین باشه. انسانهای سخاوتمند، این در روزهای گذشته در وصف حضرت ابوبکر هم صحبت داشتیم. حضرت ابوبکر اکثری از یعنی محدثا و محققا میگن که ابوبکر سخاوتمندیش ابوبکر کرد، اما با غیرتی همت بلندیش. در بعضی از روایت ها میگه حضرت ابوبکر صدیق پرسیدن، گفتن یا ابوبکر، گفتن ای ابوبکر از دنیا هستی دنیا چی چیز دوست می‌داری؟ حضرت گفتن احب ثلاثا، گفتن من از همه هستی دنیا 3 چیز دوست می‌دارم. گفتن اونها چی هست؟ و سوی جناب پیامبر گفتن که یکم چیز دوست می‌دارم جلوس بین یدی. گفتن یا رسول الله من دوست می‌دارم که همیشه در نزد شما، در کنار شما، در محضر شما نشسته باشم. دوری شما برام تلخ سخت است.
دویم چیزی دوست می‌دارم و نظر الیک، یا رسول الله میخوام همیشه شما را تماشا کنم، از دیدار شما سیر نمیشوم، هرچند تماشا میکنم قدر خواهش و شوق و ذوقم در دیدار شما، در تماشای شما زیاد میشه. و سیمش حضرت گفتن که و انفاق مال الیک، مال ما دارندگی ما در راه دینی تو، در راه تو ای پیغمبر بزرگوار انفاق کنم، ببخشم. این یعنی چی بود؟ فعل خاصی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. و این خاطر ما و شما امروز باید ابوبکر صفت باشیم، باید چی رنگی گفتیم عثمان صفت باشیم. بس است این بخیلی و دلتنگی از وقتی که مردم ما میگن یعنی که بد همه بد شده است، دیگه برکت نمونده است در حیات. و این خاطر انسان حرکت کنه که راه سخاوتمندی، راهی یعنی که همت بلندی و جوادی را اگر اختیار کنه، ان شاء الله که سبب زیادتی و سبب دوامناکی حیات، سبب برکت مالش می شود. خداوند بزرگوار